با سلام. طریقه وصل شدن به درایو های پارکر مدل SLD VN. به این درایو ها از طریق کابل RS485 وصل میشیم. ابتدا توی قسمت بعد وصل کردن مبدل RS485 توی قسمت دیوایس منیجر چک میکنیم که به کدوم کام ست شده که کام 7 هستش. اوکی. از طریق نرم افزار موشن ویز به این مدل از درایو ها وصل میشیم. بعد اینکه نرم افزار باز شد، ابتدا روی اینجا قسمت درایو ها مدل درایومون انتخاب میکنه که مدل SLVDN هستش و شکل این درایو هم برامون میاره. اپلای. بعد به طور پیش‌فرض یه موتوری رو انتخاب میکنیم، قسمت اینتر رو میزنیم، بعد کانکت میزنیم. توی قسمت کانفیگوریشن چک میکنیم که از چه مبدلی داریم استفاده میکنیم که اینجا مبدل RS485 هستش، مبدل RS485 هستش که به صورت پیش‌فرض اینجا RS422 باینری مود قرار داده شده که آپشن دیگه ای نداره، ولی من با مبدل RS485 وصل شدم. کام 7. اوکی. اپلای میکنیم و بعد گزینه آنلاین رو میزنیم. زمانی که گزینه آنلاین رو میزنیم یه خطا میاد، میگه سویچ تو آنلاین مود که یس میزنیم. به هیچ عنوان در زمانی که میخوایم به درایو وصل بشیم هیچ کدوم از گزینه‌های پایین و تیکش رو نزنیم. قسمت پارامتر، پیکو PLC و همینطور ستون سمت راست. چون این برای یک هدف دیگه ای هستش. الان ما به درایو وصل شدیم و پارامترهای درایو در حال رید شدن هستش روی نرم افزارمون، روی لپتاپ. اگه دقت کرده باشی اینجا یه تیک کامیونیکیشن استابیلیشن خورده، به معنی که ما به درایو وصل شدیم، کلیه پارامترهای درایو رید شده. کلیک راست میکنیم و یه اسم برای درایومون میذاریم. پارکر SLVM اسم منه و امروزم 11 اکتبر 2025 هستش. پارامترهای درایو با فرمت DAT سیو میشه توی مسیری که صورت پیش‌فرض براش تعریف کردیم و اتمام. حالا از زمانی که بخوایم در واقع درایو هم ریستور بکنیم، البته اونم پروسش به همین صورته. یعنی درایو بارگذاری میکنیم، اوپن میکنیم و بعد ریلودش میکنیم.